و حالا متنی که شما فرستادید رو من عیناً میخونم که دوستانم سلیس‌تره و دوستان سریع‌تر فکر میکنم متوجه بشن منظور من. شما فرموده بودی به من که لطفاً 2 بار یا چند بار بپرس. مفاهیمش با یک مضمون هست و مفاهیمش میاد. حس خالی شدن با سجده واقعی به دست میاد. بعد از خدا بپرسید بدون پیش‌داوری ذهنی نسبت به اون موضوع، بسپار به خدا و بپرس. ببین این برای این بوده که خب چون بعضی از بچه‌ها ممکنه نخونده باشن، شما یه 2-3 بار مطلبی رو سوال پرسیده بودی از خداوند از قرآن، بعد نتیجه معلوم نبود، یعنی تقریبا گنگی بود، درسته؟ بعد شما پیام به من دادی، بعد من بهت نگفتم که بذار من خودم از قرآن بپرسم، گفتم که شما 2-3 بار دیگه بپرس، بذار ذهنت یه ذره آشناتر بشه. بعد حالا اون به تلاطم ذهنیم خیلی خوب کمک کرد. استقامت شدن با سجده واقعی. آره اگه میخواید که اون خلوصه به دست بیاد، بهترین وضعیت اینه که واقعیتش که ما سجده کنیم. اون سجده واقعا اصلا همه چیز رو حل میکنه. خیلی جالب. آره واقعا به صفر مطلق آدم میرسونه. این خیلی با ارزشه. خب پیش علی آقا همین گفته بود که آدم باید هم ببخشید علی و وصل بشه. این سجده من رو اون حال هوام رو بود. خب بعد وقتی که اینو گرفتی نتیجه؟ بله کنار هم گذاشتم تمام. چند باری که پرسیدی اون نتیجه که میخواستی؟ نتیجه که میخواستم حالا یه توضیحاتی رو که بهتون داده بودم باز گذاشتم توضیح دادم که قضیه کلهم چی بود و اینها رو که کنار هم گذاشتم دقیقاً جاهای خالیه مسائلی که توی روزمره برای من اتفاق افتاده بود راجع به این موضوع پر شد. و خیلی جالب اون چیزی که واقعا حتی فکرش هم نمی کردی که به جواب داده بشه ولی جواب داد. بعد دیدم که آره مثلا بحث 2 تا دریا که شده بود جفت دریاهاش هم برکت داره. آره 2 تا کار بود، شما الان مونده بودی که کدوم کار رو بپذیری، بعد دیدی که یکیش میگه که یه دریا شیرین و خیلی جذاب، یکی دیگه تلخ و شور آب، ولی خب این هر 2 تا برکت از توش هست. این بود که من دارم که کار ذهنی انجام میدم و حالا با علی آقا و اینا پیگیر شدم این کار ثابته. فکر میکنم اون شیرینه بود که اون کار ثابته باید باشه، اینم برکت داره، ولی اون چی یه چیز دیگه است، این یه چیز بالاخره اون حقوق ثابتی داشت و بیمه داره و تشکیلاتی داره، ولی این دیگه جالبه. و اینکه اصلا ذهنیتت به این نبود که رو اون شغل فکر بکنی نه. و فقط اون بود که شما اونی که داری میخوای به عنوان تجارت حساب و کتاب بکنی یا بری و برای خرید و فروشت، ولی خب خدا اینا هم جواب داد. این خیلی جالبه. آره معمولش اینه که وقتی سوال میپرسیم اینه که میره چیزی رو که تو مجموع به درد فرد میخوره رو میگه و اصلا بود مادی بعضی وقتا اصلا شما مادی ازش سوال میپرسی برای او اصلا بود ماده خیلی مطرح نیستش. یعنی اصلا واقعا همون چیزی که تو قرآن داره میگه اصلا کلا میگه دنیا فانی ولی اون دنیا کاملا باقیه دیگه. این باقی بودن اون دنیا رو خیلی جدی مطرح میکنه و واقعا هم خیلی اول شاید یه ذره سخت به نظر برسه برای اون پذیرش همچین چیزی، ولی وقتی که یه ذره آشنا میشیم با اون فرهنگی که خدا میخواد برامون بچینه از ذاتمون، خیلی قشنگتره به نظر.